علیکم برادرها. من حافظ میرعلی شیرعلیویچ هستم، از شهر وحدت هستم. مقصد خلاصه گپ برادرها، با همت یک چی گفتنی هم از شما خواهش داریم که برادر ما حافظ سفرعلی شیرعلیویچ سال 2011 با مسکو آمده بود. سال 2013 14 با نیج نوگورод рафтагӣ ба ҳамта мақсад бенум нишон шудагӣ. ин додарак ки мебинед, ин бачаша 16 сола. мо дар шаҳри Москва ҳастем. мақсад кӯдака ҳози мақсад гирифтем овардем. шахар шукронаи худованд ки нигоҳш мекунам ранги фарзандои худам. мақсад бародаро кадомет ки мақсад ҳамин одама инами суратҳое ки ҳозир мебинем дар болои экран, ҳамин одама дар куҷое мебинед. мақсад ҳамин бародара дар ҳамин номрҳои дар таи экран буда занг бизанед, чунки дар хона падару модар мақсад фикри фарзанда мекунад. боз мақсад зану фарзанд, соҳиби 3 фарзанда, бачаи калонишина, як духтара як бачаи дига дорад. мақсад муддати ина чанд сол? 9 сол меша ки бенум нишона, 9-10 сол. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. خب دوستان عزیز، بگیم کجا بگاه شده. سلام به همت. پگاه انشاءالله رمضان است. ماه رمضان به همت مبارک شود دوستان. الحمدلله. خواهش میکنم که فرزند 16 ساله هم مردکی که گم کردگی پدرش بر جگر سوخته از هر یک قدم ما خواهش میکنه که همین ویدیو را پهن کنید تا سبب مقصد سببگار شیم که تو پدری همه یافت شود. خواهرها مراجعت میکنن، مادرها دادرها برای پدرشون گم شده، خواهرشون گم شده. ما ایسا پرتافته ایستادیم، ان شاء الله بعضیش یافته ایستادیم، بعضیش نیافته ایستادیم. خواهش میکنم همون یک لایک و کامنتر شما بنویسید، هیچ جاتون کم نمیشه. به خاطر خدا، به خاطر ماه شریف رمضان از هر قدم شما خواهش میکنم همین ویدیو را دستگیری کنید، پهن کنید تا که همون برادر ما یافت کنیم. خواهش میکنم از هر یک قدم شما. بعداً در تگ ویدیو دوستان عزیز، در تگ ویدیو من چی میمونم؟ یک سیلکه میمونم از قاری محمد نواسیبیرس. برادری که از ما اثبات قرآن گرفتن نکرده، برادری که قرآن به پول میخواه که دسترس کنه، در تگ ویدیو هم در کامنتر میمونم، هم در تگ ویدیو سیلکه را بدره قاری محمد دمای پادپیس زکنه، رقمش در روی اکران در هم ویدیوش موندگیان. قرآناتون را دسترس کنه از شهر نواسیبیرس. شاید با پشتن برای کنه در جای باشه. با اون خاطر درویم هم دستگیری کنیم قاری محمد که الحمدلله قاری جینخون هسته و الحمدلله هم دیگر یعنی در خدمت خلق هسته. بدروی قرآناتون را بگیره. خدا نگهدار. التماس ویدیو را پهن کنه. رمضانتون مبارک. دوستانی که نسبت من میگه که برادر عزیز چوا مقصد کچست ویدیوات من راستش یک نیم سال میان نشد در خدمت خلق مسلمان خصوصا تاجیکو هستم. همین یک ویدیو دارم که من آدمی ندارم برای رهبره و من کامera کنه ایسوس هم میگیرم تلفن برابر میخوام مثل حاضره کامera میکنم. خدا نگهدار. ویدیو را دستگیری کنه. بدروی در سایت قاری محمد قرآناتون را بگیره به پول. دوستان عزیز خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله. رمضان ماهی است که تقسیمات ثواب او در دست خداوند است و پاداش این ماه را کاملا به دست بندگانش میرساند. در عموم برای عاملان کار خیر پاداش بیکران نصیب می شود. خداوند این ماه رمضان را کفارت معصیت ها، کشایش و کلید ناکامی ها و غذای ایمان هر یک مسلمان گرداند. اگر دنبال احسان و سخای و یا خواهان اجر به‌بهای، کنون فرصت غنیمت دان و برخیز پذیر یک ماه الطاف خدای. امیدوار هستم که رمضان یک فرصت برای ما بندگانش گشته خدا ثواب خیرات صدقات ما را مکمل عطا کند و باشد که در این ماه بیشتر از حال مستمندان و فقیران آگاه باشیم و نان خیری کرده ما و شما را تبسم بر روی دسترخوان محتاجان گرداند. رمضان میوه جان به سوی ما به خوان ما خوش آمدی، همچون نور به دیده و به روح هم روان ما خوش آمده. رمضان مبارک دوستان عزیز. خدا نگهدار. هم دیگر بخشی در ماه شریف رمضان یکی از بهترین خصلت‌های اسلامی و مسلمان ها است. خدا نگهدار همت. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما قريب.
ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب.